افسون حساب کارهایی که همراه مکده را پرداخت میکنه. شاید وقتی که از دخترتان دور باشین با فامن که پدر بودن چی معنی متهماتو نیست. پس باید تا اون وقت زنده باشین. فهمیدین؟ باید زنده باشین. یعنی مجبور هستیم که زنده باشین. پدر الیاس دیمیرجیده اینجاست. شما پدر ما دیدید؟ پدر پدر تو خوب هستی؟ الیاس الیاسم چرا این کار با خود کردی بیادر جانم؟ چرا؟ تو خوب هستی پدر؟ قربانت شم تو خوب هستی؟ پدر میفهمم به خاطر که بی خبر به اینجا آمدم ناراحت شدی، اما دوراک از وقتی که تو را دیده فقط و فقط نام تو را گرفته میره. نمیتونم که مانع شوماتش. آرزو شما چرا حال اینجا آمدین؟ چرا از اول برم نگفتی؟ چرا وقتی که فهمیدی عامله هستی برم زنگ نزدی؟ نمیتونستم. تو مرا ترک کرده بودی. اگه میفهمیدی که من حامله هستم باز مجبور میشدی که برگردی. من نمیتونستم تو را مجبور به این کار بسازم. باور کن. تو با این تصمیم احمقانه چی کردی؟ تو یک طفل 5 سال بدون پدرش کلان کردی، باز میگی مجبور بودم. 5 سال تو از من پنهان کردی که یک طفل دارم. این کارت اصلا منطقی نیست آرزو. میخواستم هیچ وقت این گپه برات نگویم. واقعا میخواستی که هیچ برام نگویا؟ من نمیفهمیدم که چی کنم. برام هیچ چیز آسان نبود. اما من به زندگی ادامه دادم آرزو. بدونی که بفهم که یک طفل دارم به زندگی ادامه دادم. میفهمم. ما به زندگی ما ادامه میدادم. دوراک از وقتی که به گپ زدن شروع کرد فقط در مورد پدر خود میپرسد و من برش دروغ گفته نتونستم. او همیشه آرزویی را داشت که یک روزه تا را ببینه و من برش گفتم که تو پیش ما نیستی و روز به روز سوالاتش بیشتر میشد. او را پیش روانشناس کودک بردم. گفت که باید همراه پدرش روبرو شود. باز ما